نام خدا برش زیگزاگی روی کیوی. برای انجام این کار خط وسط کیوی رو در نظر میگیرید و به وسیله چاقو به صورت کج حالت 7 و 8 به این صورت یه برش عمیق به داخل کیوی میزنید، یعنی روی این قسمت هایی که من برای شما علامت گذاری کردم چاقو رو تا نصفه فرو میبرید، یعنی در حالتی باید باشه که چاقو به مرکز کیوی برسه. حالا برعکس اون رو هم به این صورت در قسمت روبرو به حالت 8 در میاریم. دقت کنید که اگر اینو یک کوه در نظر بگیرید، نوک قله و انتهاش باید همه برش‌های روی کیوی یکسان باشه. به این صورت که می‌بینید. برش های به شکل زیگزاگ یا همون 7 و 8 به این صورت به انتهای کار میرسیم. حالا سعی میکنید که اونا رو جدا کنید. اگر قسمتی به نظرتون اومد که هنوز جدا نشده، میتونید یک بار دیگه برشتون رو تکرار کنید با دقت. یه مقدار تکونش میدید و از هم جدا میکنید. دقت کنید که هر چقدر که بافت کیوی سفت‌تر باشه، شما میتونید که طرح بهتری رو روی کیوی داشته باشید. همینطور میتونید از گوجه گیلاسی استفاده بکنید و اون رو در مرکز کیوی قرار بدید. با استفاده از خلال دندون میتونید اون رو مهار کنید. من این خلال رو میشکنم، اون رو توی گوجه فرو میبرم و در مرکز کیوی قرارش میدم. از یک گوجه دیگه هم استفاده میکنم، اون در مرکز کیوی قرار میدم. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه و حتما امتحانش کنید.